دومین شعبه باشگاه بدنسازی و پرورش اندام و فتنس رستم زمین به هدف ایجاد سهولت‌های بیشتر ورزشی برای جوانان در سمنگان افتتاح شده است. مسئولان ورزشی میگویند که ورزش بدنسازی و فتنس علاوه بر تقویت عضلات و افزایش توان جسمی، نقش مهمی در کاهش استرس، بهبود روحیه و ارتقای سلامت عمومی نیز دارد. بر اساس معلومات آنان، این باشگاه با تجهیزات پیشرفته و معیاری و فضای مناسب ایجاد شده است. لله الحمد. امروز ما شاهد صحنه بودیم که بار دیگر در ولایت سمنگان یک کلب دیگه بدنسازی دیگه افتتاح شدن به خاطر حمایت ورزشکارا و تشویق ورزشکارا و اینجا سرمایه خوبی مصرف شدن تا اینکه جوانای ما و شما دیگه تشویق شوه و ورزش در سطح ولایت ما و شما بالا بره. هدف از افتتاح و راه اندازی باشگاه تشویق جوانان برای ورزش به سمت یک زندگی سالم، دور بودن از مواد مخدر و هزاران مشکلاتی که امروز جوانان دارند. به این دلیل ما این باشگاه را افتتاح کردیم و راه اندازی کردیم که جوانان ما امروزه حداقل مکانی داشته باشند برای تغییر روحیه خود